سلام به همه شما عزیزان. زهره سلمانی هستم از مجموعه لینگو پک و در خدمت شما هستم با کارگاه داستان سطح استارتر. اسم این داستان هست Money or Love و قراره که ما تو این کارگاه کلی چیز با هم دیگه یاد بگیریم. امروز روز اول هست و قرار شد شما صفحه 1 تا 5 رو یه کوچولو نگاه بندازید و بریم با هم دیگه ببینیم تو این 5 صفحه چه خبره. خب این کتاب Love or Money در واقع کتابی هست که به درد افرادی میخوره که سطح زبان انگلیسیشون A1 و A2 هست. یعنی شما تازه شروع کردید به یادگیری زبان انگلیسی، 6 ماهی هست که حالا مشغول یادگیری هستید و خب این داستان برای شما خیلی مفید خواهد بود. بریم اول کلماتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول کلمات رو براتون توضیح میدم، بعد برمیگردیم تو داستان، روی داستان هم براتون توضیح میدم. کلمه اول country. country یعنی ییلاق، اطراف شهر. Clarkson family lived in a country یعنی خانواده کلارکسون در یک ییلاقی خارج از شهر زندگی می‌کردند. village یعنی دهکده، روستا. They lived in a village توی روستا زندگی می‌کردند. کلمه بعدی ring یعنی زنگ زدن. وقتی تلفن زنگ میزنه میگه the phone rings. حالا گذشتهش میشه rang یعنی تلفن زنگ زد. the phone rang تلفن زنگ زد. ticket یعنی بلیت. I have no money for the train ticket. من هیچ پولی برای بلیت قطار ندارم. expensive یعنی گرون. مخالفش میشه cheap ارزون. This phone call is very expensive. میگه که این تلفنی که من زدم خیلی گرونه. این جملات از جملات داستان گرفته شده. حالا توی تصویر خب اینا جورابن، میگید these socks are expensive. این جورابا گرون هستن. expensive. young یعنی جوون. آدم پیر هم میشه old. جمله کتاب the youngest in the family یعنی جوانترین توی فامیل. young old. he is young, he is old. take off یعنی لباس در آوردن. پوشیدن میشه put on. I put on my coat. کتمو میپوشم. I take off my coat. من کتمو در میارم. حالا جمله تو کتاب she took off her hat یعنی کلاهش رو در آورد. took گذشته کلمه take هست. کلمه بعدی understand یعنی فهمیدن، درک کردن، متوجه شدن. جمله But mother, you don't understand. He's 17. میگه اما مامان تو متوجه نمیشی. He's 17. اون 17 سالشه. wonderful یعنی شگفت‌انگیز، عالی. What a wonderful dress. چه لباس شگفت‌انگیزی، چه لباس زیبایی. خب حالا فریز ها، جملاتی که به درد مکالمه‌های روزمره‌تون میخوره. این This is میخواین یه نفر رو معرفی کنید به دوستتون، میگید This is my mother. این مامانمه. This is Tina. این تیناه. This is Ali. پس اینجوری معرفی کنید This is و اسمشو بگید. جمله بعدی I want to talk to. من میخوام حرف بزنم با. تلفن رو زنگ میزنه، تلفن رو برمیدارید، طرف میگه I want to talk to Mr. احمدی. میخوام با مستر احمدی صحبت کنم. شما جای تماس میگیرید، میگید I want to talk to زهره. من میخوام با زهره صحبت کنم. I want to talk to اسمش. okay? اصطلاح بعدی What's wrong?
W's خونده نمیشه. دقت کنید. What's wrong یعنی چی شده؟ میبینید یه نفر ناراحته، یه نفر خسته است، میگید What's wrong؟ چی شده؟ حالا اون بعد مشکلشو به شما میگه. یا تو کتاب نوشته Nothing is wrong چیزی نشده. Nothing is wrong چیزی نشده. I'm phoning because I don't have any money. Because یعنی چون که. شما میتونید دلیل کاراتون رو با because جواب بدید. مثلا میگید I'm tired because I ran a lot. من خسته هستم چون خیلی زیاد دویدم. Okay? I'm phoning میگه من الان دارم تلفن میکنم because I don't have any money چون هیچ پولی ندارم. Okay? I'm phoning because I don't have any money. I want to be a singer. I want to be a singer. من میخوام خواننده بشم. I want to be من میخوام بشم. I want to be a doctor میخوام دکتر بشم. I want to be a teacher میخوام معلم بشم. Wait a minute. Wait a minute. Minute یعنی دقیقه. Wait یعنی صبر کردن. Wait a minute. یه دقیقه صبر کن. یه نفر از شما درخواستی داره نمیتونید همون لحظه جوابشو بدید میگید Wait a minute. Wait a minute. یه لحظه صبر کن. He's angry with you about that letter. Angry یعنی عصبانی. Angry with you. از دست کسی عصبانی باشید میگید angry with you. About در مورد that letter در مورد اون نامه. He's angry with you یا he's angry at you about that letter. میگه اون از دست تو عصبانیه به خاطر اون نامه. پس میخوای بگی من از دست تو عصبانیم میگی I'm angry with you. I'm angry with you یا I'm angry at you. در مورد چی؟ About that letter در مورد اون نامه. About your job در مورد شغلت. Okay? و جمله آخر What a wonderful dress. What a wonderful dress. What a یا an به علاوه یه صفتی به علاوه یک اسمی میخواید از چیزی تعریف کنید. میگید What a beautiful day. چه روز قشنگی. What a beautiful dress. چه لباس قشنگی. okay? بریم سر وقت گرامر. گرامری که میخوام امروز براتون توضیح بدم گرامر سیمپل پست هست. زمان حاله زمان گذشته ساده. بیشتر کتاب داستان‌ها با این زمان نوشته میشه. چرا؟ چون در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده. پس چه زمانی از سیمپل پست استفاده میکنیم؟ زمانی که یک اکشنی، یک فعلی، یک کاری در گذشته انجام شده و تموم شده. مثلا من میگم من دیروز به پارک رفتم تموم شد. I went to the park yesterday. تمام. من دیروز به مدرسه رفتم. I went to school. من دیروز تلویزیون تماشا کردم. I watched TV last night. دیشب. چطوری جملتون رو تشکیل میدین؟ subject یعنی فاعلتون به علاوه past form of the verb. حالت گذشته فعل ها. یه سری فعل ها در واقع با اضافه کردن ed گذشته میشن. اینا رو نگاه کنید. ask پرسیدن میشه asked پرسید. ed اضافه شده. work کار کردن. worked کار کرد. با ed اضافه کرده بهش و فعل رو تبدیل به گذشته کرده. I work every day. من هر روز کار میکنم. I worked yesterday. من دیروز کار کردم. call called. use used. پس بعضی فعل ها که با قاعده هستن با اضافه کردن ed تبدیل به گذشته میشن. اما یه سری فعل ها داریم که اون فعل ها در واقع شکلشون عوض میشه. باید حفظشون کنیم. اینا رو نگاه کن. have داشتن گذشتهش میشه had. I have a car. من ماشین دارم. I had a car. من یک ماشین داشتم. do did. I do my homework every day. من هر روز مشقامو می نویسم. I did my homework. من مشقامو انجام دادم دیروز. go رفتن. went یعنی من رفتم. I went to the park yesterday. من به پارک رفتم دیروز.
پس بعضی فعلا شکلشون عوض میشه که باید خب اینا رو حفظ کنید. توی اینترنت هست، میخواید لیستش هم من بهتون میدم. یه سری لیست کلمات کاربردی رو اینجا براتون نوشتم، میتونید همینا رو حفظ کنید و همینطور که داستانو میخونیم اونجا هم بهتون میگم. پس مثل این جمله She went to the park. They drank milk، یعنی شیر نوشیدند. اون دختر رفت به پارک. خب مثال رو براتون زدیم. حالا what is the negative form؟ چجوری این جمله رو منفی میکنی؟ میگه I worked، من کار کردم. حالا I didn't work، میای didn't رو قبل از فعل اصلی میذاری و فعل رو برمیگردونی به حالت قبلش. اینجا رو نگاه کن. جمله‌ای که من داشتم این بود I work. یه کوچولو من اینو بزرگش کنم. I say I'm sorry، یه لحظه. Okay, that's okay. I say I worked last night. من دیشب کار کردم. حالا میخوام منفیش کنم. میگم I، یه didn't اضافه میکنم. didn't یا did not work. این worked رو برمیگردم به حالت قبلش. I didn't work last night. من دیشب کار نکردم. He didn't work. She didn't work. Okay? Didn't work. برای تلفظ راحت تر didn't تیشو میتونید نگید. Didn't work. Didn't go. Didn't run. Okay? و سوالی کردنش دوباره با did هست. Did I work? Did you work؟ آیا تو کار کردی؟ به جایی که بگم do you work میگم did you work؟ Did she work؟ Did you go؟ آیا تو رفتی؟ Did you write؟ آیا تو نوشتی؟ Did they go؟ آیا اونها رفتن؟ پس این هم حالت سوال کردنش. حالا نوبت شماست. اینا رو تبدیل به سوالی کنید، برای من بفرستید تا تصحیح کنم و این جملات رو به انگلیسی برگردونید. و تمرین سوم، اینها رو تبدیل به سوال بکنید. ببخشید اینجا فکر کنم اشتباه گفتم. گفته change into negative، تبدیل به منفی بکنید. اینا رو سوالی کنید، برای من بفرستید تا تصحیح کنم و اشکالاتتون در بیاد. مرسی که با من همراه بودید. Thank you. Goodbye until then. خب حالا بریم سراغ داستان. Chapter 1. The Clarkson family lived in the country near Cambridge. میگه خانواده کلارکسون live یعنی زندگی میکردن in the country در ییلاقات نزدیک کمبریج. About half a mile from the nearest village. حدوداً half a mile یعنی نصف مایل دورتر از نزدیکترین ویلج، روستا. And about a mile from the river. و 1 مایل هم تا رودخونه فاصله داشتن. ببینید گفته lived یعنی زندگی کردن، گذشته است. okay? They had داشتن. They had a big old house with a beautiful garden. یه خونه بزرگ قدیمی داشتن با یک باغ زیبا. A lot of flowers and many old trees. با یه عالمه گل و یه عالمه درختای قدیمی. One Thursday morning in July. یه صبح پنجشنبه در جولای جکی came in from the garden. Came آمد. came از باغ اومد. She was a tall fat woman 30 years old. یه خانوم tall قد بلند، fat چاق 30 years old 30 ساله بود. It was the hottest day of the year, but she wore a warm brown skirt and yellow shirt. میگه the hottest day گرمترین روز سال بود. The hottest day یعنی گرمترین روز سال. hot گرم، hottest گرمترین. یه est بهش اضافه کرده که در جلسه آینده گرامرش براتون توضیح میدم.
میگه گرمترین روز سال بود. She wore a warm brown skirt. Wear پوشیدن، ببینید این پوشیدن هست wear، و پوشید wore. He wore a warm brown skirt. لباس در واقع دامن قهوه‌ای پوشیده بود و یه لباس زرد. She went into the kitchen. به آشپزخونه رفت. Went در واقع گذشته کلمه چی هست؟ کلمه go هست. آفرین go. من اینو براتون اینجا بنویسم go. Went go. به آشپزخونه رفت to get a drink of water که یه نوشیدنی از آب رو داشته باشه، یعنی آب بخوره. get a drink of water یعنی آب بخوره. Just then the phone rang. بعد از اون تلفن زنگ زد. Cambridge 1379. جکی said. گفت که اینجا Cambridge 1379 هست. Hello, this is Dion. سلام، من دیانم. معرفی میکنه خودشو. I want to talk to mother. میخوام با مامان صحبت کنم. Mother isn't here. مامان اینجا نیست. جکی said. She's at the doctor's. She's at the doctor's یعنی رفته دکتر. در دکتر هست. دکترز آفیس بوده، مثلا مطب دکتر که خب خلاصش کرده. Why? What's wrong? چرا؟ چی شده؟ Nothing is wrong. چیزی نشده. Why are you telephoning? چرا داری تلفن میزنی؟ You're going to come this weekend? میخوای این هفته بیای؟ You're going to come this weekend. میخوای این هفته بیای؟ Going to رو هم بعداً براتون توضیح میدم. میگه mother wants everyone to be here. مامان میخواد که همه اینجا باشن. Yes, I want to come. بله میخوام بیام. Diane said. I'm phoning because I have no money for the train ticket. من تلفن میزنم چون هیچ پولی برای بلیت قطار ندارم. میگه no money؟ هیچ پولی؟ Mother is always giving you money. مامان همیشه به تو پول میده. This phone call is very expensive. میگه این تماس تلفنی خیلی گرونه. Tell mother please I need the money. به مامان بگو من پول نیاز دارم. I need the money. من پول نیاز دارم. Jackie put the phone down. تلفن رو گذاشت. She took a cigarette from her bag and began to smoke. Cigarette سیگار. Took بیرون آورد از کیفش یه سیگاری and began to smoke. شروع کرد به سیگار کشیدن. took گذشته یه کلمه take و began گذشته کلمه begin یعنی شروع کردن. She felt angry. felt یا feel. She feel angry. احساس عصبانیت بودن داره. احساس عصبانیت کرد because her sister always asked for money. به خاطر که خواهرش همیشه درخواست پول میکنه. Diane was 20 years old. Diane 20 سالش بود. The youngest in the family. جوانترین توی فامیل. She lived in London. توی لندن زندگی میکرد. In one room of a big house. توی اتاقی از یه خونه بزرگ. She wanted to be a singer. میخواست خواننده بشه. She sang very well. Sing آواز خواندن گذشتش میشه sang. خیلی خوب آواز میخونه. But she could never get work. هیچ وقت نتونست که کاری پیدا کنه. Jackie went back into the kitchen and began to make some sandwiches. جکی رفت توی آشپزخونه و شروع کرد که ساندویچ درست کنه. Just then the back door opened and her mother came in. در عقبی باز شد و مامانش اومد داخل. It's very hot. مالی گفت خیلی گرمه. She took off her hat and put it down on the table. کلاهشو در آورد و گذاشت روی میز. She was a tall, dark woman with beautiful eyes. میگه خانم قد بلند، dark، یکم تیره بود، with beautiful eyes، با چشمای زیبا. Two big black dogs came into the kitchen after her and ran across to her. میگه 2 تا سگ بزرگ سیاه در داخل آشپزخونه شدن و ran across to her به سمت اون دویدن. She sat down and put her hands on their heads. نشست و دستشو گذاشت روی سر اونها. Jackie put the sandwiches on the table. Put گذاشتن. جکی ساندویچ رو گذاشت روی میز.
Mother, she said, Diane phoned. She wants money for her train ticket. Diane تلفن زد برای بلیتش پول میخواد. Molly closed her eyes for a minute. برای 1 دقیقه چشمشو بست. Then she stood up. بلند شد. This afternoon I want you to get the house ready for the weekend. میخوام که خونه رو آماده کنی برای آخر هفته امروز بعد از ظهر. She said, Oh, and please go to the village later and get my tablets. لطفاً به دهکده برو و قرصای منو بگیر. Tablets اینجا قرصه. Get گرفتم. Yes, mother. Molly went to the door. Mother, please wait a minute. مامان لطفاً صبر کن. Peter Hobbs came here this morning. پیتر امروز صبح اومد اینجا. He's very angry with you about that letter. خیلی عصبانی از دست تو به خاطر اون نامه. He lost his job. Lost گذشته کلمه lose. شغلش از دست داد. میدونی؟ You know. میدونی؟ Why did you write to his office? چرا نامه نوشتی به ادارش؟ He wants to talk to you about it. میخواد با شما در مورد اون حرف بزنه. Well, I don't want to talk to him. من نمیخوام باش حرف بزنم. She opened the door. در باز کرد. But mother, you don't understand. He's 17 and it was his first job. مامان تو متوجه نمیشی. اون 17 سالشه و این اولین شغلش بود. First اولین. He's very very angry. He says he's going to kill you. میگه که تو رو میکشه. تو رو خواهد کشت. Molly didn't answer. Molly جواب نداد. She went out of the room and closed the door. رفت بیرون و در رو بست. It was 7 o'clock on Saturday evening. ساعت 7 بود روز شنبه. On Saturday برای روزهای هفته آن میارن. Jackie stood at a window. Jackie کنار پنجره وایستاده بود. A car drove slowly up to the front door and stopped. یه ماشین خیلی آروم به سمت در نزدیک شد و توقف کرد. A tall man with white hair got out. یه مرد قد بلند با موهای سفید اومد بیرون. It was Albert, the husband of Molly's sister. Albert بود شوهر خواهر مالی. Husband شوهر. Here's Uncle Albert. جکی میگه Uncle Albert اومد. اما Albert. Always late. همیشه دیر. وقتی کسی دیر میاد میگه always late. همیشه دیر. She went out of the room and opened the door. Albert came in and went at once to Molly. یهویی رفت به سمت مالی. Oh dear, I'm very late. I'm sorry. وقتی دیر اومدید اینو میگید. I'm very late. I'm sorry. ببخشید. دیر اومدم. 50 years old today. میگه امروز 50 ساله ای. What a wonderful dress. چه لباس زیبایی. Molly did not smile. Smile یعنی خندیدن. مالی نخندید. Thank you. مرسی آلبرت. We're all getting older. ما همه در حال پیر شدنیم. Getting older یعنی در حال پیر شدن. Tonight she wore a long black dress. امروز یه لباس بلند مشکی پوشیده بود. And 2 black dogs sat at her feet. و 2 سگ بزرگم کنار پاش نشسته بودن. Everyone is here now. همه اینجان الان. Let's go into the dinner. بریم شام بخوریم. Everyone stood up and went to the table. همه بلند شدن و به سمت میز رفتن. The table looks nice. Jackie, what wonderful flowers. Diane said. Diane میگه که The table looks nice یعنی زیبا به نظر میرسه. خوب به نظر میرسه. وقتی میگه something looks nice یعنی فلان چیز خوب به نظر میرسه. What wonderful flowers. همون ساختار. What wonderful flowers. چون flowers جمعه دیگه ان ایورده. What a wonderful. وقتی کلمتون جمعه دیگه ا و ان نمیارید. What wonderful flowers. Diane said. She was a beautiful girl with long black hair. میگه دایان دختر زیبایی بود با موهای مشکی بلند. Goodbye.